رفقا سلام. امروز اومدیم کره بادوم زمینی بگیریم. من از خانم اجازه گرفتم که یه فیلمی هم تهیه بکنم. نگاه کنید این دستگاه چقدر قشنگ بادوم زمینی تبدیل به کره میکنه. دو مدل بادوم زمینی، یکی این که خانم داره میریزه بادوم زمینی دو آتیشه است که کره که بهتون میده خیلی رنگش تیره تر و خوشمزه تره، ولی یه مدل هم هستش که بادوم زمینی خیلی بو داده نشده، اون جلویی است و اون دیگه یه ذره مثلا رنگش روشن تره. من ترجیح میدم که از این استفاده بکنم و بادوم زمینی هم که میده خیلی کره‌ای که میده خیلی خوشمزه است. دوستان من توصیه میکنم که به جای اینکه از بیرون بگیرید، از این بادوم زمینی‌های تازه خودتون تهیه کنید که از مغازه ها برید بگید براتون کره بگیرن. حالا بریم سراغ کره نارگیل. خب اینم دستگاه کره نارگیلگیری. پودر نارگیل رو میریزیم داخلش. نگاه کن اینقدر این کره نارگیل خوشمزه است که حد و حساب نداره. از پودر نارگیل استفاده میشه، فقط باید آروم آروم بریزیم داخلش. این هم اون پودر نارگیله. پودر نارگیلش دقت کنید بچه ها، باید خیلی هنوز روغن داشته باشه و خشک نباشه. خب من کره ها رو گرفتم اومدم خونه. کره نارگیل، کره بادوم زمینی. قیمت این کره نارگیل توی آذر 404 330,000 تومن. این کره بادوم زمینی هم 330,000 تومن. ولی کره نارگیل کجا، کره بادوم زمینی کجا؟ میکسش هم خیلی خوشمزه میشه، با شکلات صبحونه هم خیلی خوشمزه میشه. بزنید بر بدن و حالشو ببرید. خدا نگهدار.